سلام، من کاپیتان مولا هستم و خوش اومدید به این ویدیو آموزشی دیگه. امروز قراره ما چیکار کنیم؟ میخوام بهتون یاد بدم که چجوری اسکینتون رو توی پوجاب لانچر بردارید. اول از همه شما وارد گوگل کروم میشید. شما وارد مترجم گوگل میشید. توی مترجم گوگل میزنید فارسی به انگلیسی، مینویسید ریسورس پک اسکین، کپی رو میزنید، اینو میزنید، حالا همینجا کپیش میکنید و لتس گو. اولی سایتی که برای شما باز میشه اینه. این در شما بعد از سایت کراسفورج همین که علامت انویل کنارش داره، روی این سایت میزنید، وارد همچین صفحه ای میشید. حالا چطوری شما باید اینو دانلودش کنید؟ این گزینه نوشته فایل، این میزنید روی این فایل هایی که وجود داره، اینجا هست که میتونید دانلودش کنید. حالا به همین سادگی هم نیست دانلود کردن. این لیست نقطه رو میزنید، میایید پایین، این که نوشته سایت مخصوص رایانه، یه بار روی این کلیک میکنید که صفحتون شبیه رایانه بشه. بعد دوباره همه چی از اول میشه. شما دوباره اینو زومش میکنید، روی فایل میزنید، بعدش وارد اینجا دوباره میشید، فایلتون همون اولی رو انتخابش میکنید. اینو انتخابش کنید، دومیه رو انتخاب میکنید. حالا برای دانلود، اونایی که انگلیسی بلدن خیلی ساده است. این بغل رو میبینید، این بغل نوشته چی؟ دانلود. میزنید روی دانلود و حالا صبر میکنید که دانلود بشه. بچه دانلودش کردید. حالا اگه برای شما دانلود نشد، شما فیلتر شکر روشن میکنید و میایید و دانلودش میکنید. این من چون نت من ضعیف بود و نشد، حالا فیلتر شکر رو قطع میکنیم و دیگه باید بریم سراغ کار اصلی. وارد برنامه زد آرشیور میشید، دانلودها و اون ریسورس پکی که الان دانلودش کردیم. اینقدر من مود و ریسورس پک دارم که اصلا نمیدونم چه خبر هست اینجا پیدا شد. حالا شما با زد آرشیور چیکار میکنید؟ یه بار روی این کلیک میکنید و چی میزنید؟ نمایش اینجا وا میشه. پوشه اولی یه بار روش کلیک میکنید، دوباره. خب 2 تا عکس الان اینجا هست، یکی نوشته الکس پی ان جی، یکی نوشته استیو پی ان جی. این چیه؟ این دقیقا همین کاریه که الان قراره ما انجام بدیم که چطوری مثلا اسکینمون رو بندازیم روی این. مثلا توی مواردی که مثلا اسکینمون مثلا الکس میشه، یعنی همون اسکین دختر میشه، همون اسکین خودمون رو بندازیم روش، و در مواقعی که بخوایم پسر باشه اسکین پسر میندازیم روش و همین سادگی. خب حالا شما باید چیکار کنید؟ شما باید اسکین خودتون رو الان پیدا کنید. وایسین من الان اسکین خودم رو پیدا کنم. خب الان ما اسکینمون رو پیدا کردیم. اینا الان این اسکین منه. روش فشار میدید، میزنم کپی، اینجا میندازمش که بتونم راحت کارم انجام بدم. خب حالا شما باید اسم اینو تغییر بدید. روش میزنید روش دوباره فشار میدید، میزنید تغییر نام. یه بار که اینو بزنید کل اون چیزی که ثبت شده و پاک میشه. زبونتون رو انگلیسی میکنید. حالا چون اسکین من پسره، من باید بنویسم چی؟ STV. خب الان شد استیو پی ان جی. خب ما چیکار میکنیم؟ میزنیم دوباره روی این، میزنیم نمایش، دوباره. خب وارد اینجا میشیم. حالا این که نوشته استیو پی ان جی، اینو شما حذفش میکنید و برمیگردید اسکین خودتون رو روش نگه میدارید، میزنید کپی، وارد اینجا میشید، میزنید دوباره، میزنید و میزنید چی؟ روی این گزینه‌ای که اینجاه، کپی، و کپی شد. الان اسکین شما آماده است. حالا برای اسکین دخترم با همین کار انجام بدین. مثلا اسکینتون رو برمیدارین و روش فشار میدین و می‌نویسین الکس پی ان جی، alex.png و همین سادگی.
و الان ریسورس پک ما آمد. حالا چجوری ریسورس پکمون رو بیاریم توی بازی؟ خب روی ریسورس پک فشار میدیم، میزنیم کپی اندروید دیتا، میایید پایین تا پوشه پجاب لانچرتون رو پیدا کنید. پوشه پجاب لانچر من اینه، میزنید روش فایل و الان میبینید هیچ دات ماینکرافت اینجا وجود نداره. چطوری دات ماینکرافت رو به اینجا اضافه کنیم؟ روی این ستینگ میزنید، ببخشید روی این میزنید، مشاهده روی این میزنید و اینجا که نوشته پنهان رو فعال میکنید و دات ماینکرافت به اینجا اضافه شد و پوشهایی که پنهان بود به اینجا اضافه شد. وارد دات ماینکرافت میشید. حالا اون کسایی که تازه پجاب لانچر ریختن خیلی پوشه نرن، چون ما داریم خیلی بازی میکنیم و کلی کارا اینا داریم اینطوریه. حالا شما بیاین پایین، یا خدا چقدر فایل دارم من. حالا شما باید بیاید تا گزینه ریسورس پک رو پیدا کنید. این پوشه رو شما پیدا میکنید، همچی پوشه‌ای که پیدا کردید یه بار روش کلیک میکنید و حالا من این همه ریسورس پک دارم، شما آنچنان ریسورس پک نرید اگه تازه کنید و روی کپی میزنید و الان ریسورس پک ما آماده است. از تو همه چی این دیوونا میاد بیرون. الان تو همه چی اومده بیرون و الان تنها کاری که ما انجام بدیم وارد پجاب لانچرمون میشیم و هر نسخه‌ای که بخواید میتونید اسکینتون رو بردارید. فقط از 1.12.2 پایین‌تر نباشه، هیچ اسکینی نمیتونید بردارید. دارم اینو بهتون میگم که یعنی هیچ غلطی دیگه نمیتونید بکنید با 1.12.2. آپتیفاین 1.12.2 رو الان من انتخاب میکنم و میزنم پلی تا واردش بشه. حالا وقتی وارد لانچر شما شد، شما میرید روی آپشن، میزنید روی آپشن و اینجا که نوشته ریسورس پک، اینی که اینجا دقیقا همین، میزنید یه بار روش کلیک میکنید و الان تمام ریسورس پک هایی که شما دارید وا شد. حالا ما اون ریسورس پک که الان ریختیمش رو میخوایم باید بیایم پایین. حالا اون چقدر ریسورس پک دارم خب این ریسورس پکیه که الان شما دانلود کردید و همه کاراش انجام دادید. این ریسورس پک عکس یه الکسه، بعد وسطش یه آدم نامرئیه، اونورش هم استیوه و نمیدونم دارن چیکار میکنن با هم چیز، یعنی حالا شما یه بار روش چیکار میکنید؟ کلیک میکنید، میزنید یس و دان و صبر میکنید تا بیادش. خب بعد شما میافتید تو همین صفحه، دوباره دان رو میزنید و الان فقط کافیه که وارد زمین بشین. میزنید سینگل هیچی و الان فقط کافیه یه ورد شما بسازید و لیتس گو. صبر می‌کنید تا وردتون ساخته بشه. خب وارد وردتون شدید و به همین سادگی که می‌بینید اسکینتون اومد. حالا میرید اشغال حال حوصله‌تون رو حال کنید و ریسورس پک. و بچه‌ها به این نکته خیلی خیلی مهم توجه کنید که اسکینتون حتما باید PNG باشه. خب حتما عکس اسکینتون فرمتش باید PNG باشه وگرنه این اتفاق نمیفته. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب کنید و مرسی از نگاه قشنگتون. تا یه آموزش دیگه فعلا خدا نگهدار. بای بای.